سلام، من پیمانم و امروز نوبت مرحله طراحی لبه که خب اجزای صورت رو داریم پله به پله داریم با همدیگه داریم کار میکنیم. نوع سایه زدن برای روی حالا بینی، چین و چروک. و توی این جلسه یه مبحث خیلی مهمی که توی ابعاد و صورت خیلی مهمه زدن لبه، که من حالا سعی کردم یه لبی باشه که دندون داشته باشه، که دندونش معلوم باشه و اینکه چجوری بتونیم اون چین و چروک های لب رو قشنگ در بیاریم. بچه اینو دقت داشته باشین که طرحی که حالا گوشه صفحه میذارم میتونید داخل پینترست سرچ کنیم، وجود داره، یا اینکه داخل میشه گفت اینستاگرام من دایرکت بدیم، من طرح‌ها رو براتون بفرستم. شما داخل روی پوست مصنوعی قشنگ کار کنین، تمرین کنین، هر سوالی و نظری و انتقادی و پیشنهادی اگه داشتین داخل دایرکت به من پیغام بدین و منم جواب همه موضوعات و مشکلات رو بهتون میگم. خارج از این در نظر گرفتیم ماهی یک بار واسه حل مشکل بچه‌ها کلاً یک همایشی رو بذاریم، یک کلاسی رو بذاریم که فقط برای رفع اشکال باشه. یعنی ما همه توضیحاتی که داریم به مرور و مرحله به مرحله داریم میگیم، آخرش بچه‌ها میتونن حالا خارج از این که داخل اینستاگرام با من در ارتباط باشن، میتونن تشریف بیارن سالن و به صورت رفع اشکال باشون کار کنیم و اون اشکالات هم رفع بشه. ممنون میشم که پیج منو فالو کنین، کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنین، دکمه زنگوله رو بزنین که ادامه کلیپ ها براتون بیاد. نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو کامنت ها بنویسین یا دایرکت به من پیام بدین، جوابگوی همتون هستم. بدون اتلاف وقت میریم برای اجرای کار لب. خب بچه ها آمدیم طرح که پایین صفحه داریم میبینیم، گذاشتم روی صفحه رو داریم میبینیم. من استنسیلش رو انجام دادم عین سریای قبل که تو آموزش قبلی هم بهتون گفتم. اومدم اول کادرش رو در آوردم که با کپس دومون انجام دادم با سوزن RS. اول حاشیه‌های طرح‌ها رو اومدم انجام دادم، بعد به مرور و مشکی کردن و که حالا از سبک کالر پکینگ به صورت دورانی که حالا توضیحاتش رو دادم داخل آموزش قبلی، مشکیاش انجام دادم. الان میریم برای اجرای جزئیات و سایه و اینکه ببینیم که این لب رو تا ادامه چجوری میتونیم انجام بدیم. برای این کار برای اینکه حالا یه دهنی هم در نظر گرفتیم که هم دندوناش معلوم بشه که بعد دندونا رو بتونیم نشون بدیم، هم بعد زبون و بافت لب. بچه برای بافت لب از سوزن RL استفاده میکنیم، سوزن 1003، و به ترتیب فقط جزئیات رو به صورت فقط با نوک سوزن انجام میدیم و به صورت رفت و برگشتی. در ادامه سایه ها داخلش قرار میگیره و حالا بودسازی کارمون رو میدیم. برای انجام خط و خطوط و چاله ها از کپس شماره 4مون استفاده میکنیم و طبق عکس فقط پرتاب سوزن، یعنی اون جایی که عمق داره یه خورده فشار سوزن بیشتر میشه، جایی که عمق نداره فشار دست کمتر.
الان کارمون با سوزن ال تموم میشه، وارد مرحله بعدی یعنی سوزن ام میشه. با سوزن 12 10-0-15 ادامه سایه ها رو انجام میدیم با کپس شماره 2، چون کارمون یه خورده تیره تر. سوزن اس رو عوض میکنیم. سوزن ام سایه‌های کاملتر رو اجرا با کپس شماره 4. خب ما اومدیم حالا با سوزن ام و اس اومدیم سایه ها رو انجام بدیم.
کیف رنگا رو معلوم کردیم. سوزن آرس رو مجدد میشوریم یه مقدار بیرونتر از حالت عادی همونطور که میبینیم و شروع میکنیم به سفید کاریه. با توجه به سفید کاریایی که داخل عکس میبینیم یا نقطه ها و لک و پیسای سفید با ولتاژ 7 و یک مقدار عمیق‌تر پاشت سفید رو انجام. اینم اجرای یک لب شیطانی خوناشامی. امیدوارم که مورد قبول شد واقع شده باشه و اینکه سوالی نظری چیزی داشتین داخل کامنت ها به من بگین، جوابتون رو میدم. سابسکرایب کنین پیجو، ممنون میشم. تا ویدیو بعدی.